خب حالا کلاس رو شروع میکنیم. من یه دور خودم رو معرفی میکنم، بعدش میریم سراغ درسمون. 안녕하세요 여러분의 기분을 좋기를 바랍니다. 저는 여러분의 한국어 선생님입니다. 제 이름은 파티마이라고 10살입니다. 여러분과 정말 만나서 반갑습니다. سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من معلم زبان کره‌ایتون هستم. اسمم فاطمه هست. شاید حالا بعضیاتون با من قبلا آشنا شدین، ولی بازم دارم خودم رو معرفی میکنم. 20 سالمه و خیلی هم از آشناییتون خوشوقتم. حالا میریم سراغ درسمون. الان صدام رو دارین دیگه، درسته؟ بله تصویر نیست. الان تصویر رو دارین؟ بله. خب میریم سراغ درسمون. اومده داخل این درس به ما گفته که حروف الفبای کره‌ای چجوری ساخته شده و چه کسی این رو ساخته. این تصویری که الان داریم میبینیم پادشاه سجونگه. ایشون بودن که اومدن حروف الفبای کره‌ای رو ساختن. در ادامه یه سری توضیحات در مورد ساختن زبان کره‌ای به ما گفته. سجونگ یکی از مهمترین و معروفترین پادشاهان تاریخ کره بوده که توی دوران پادشاهی چوسان سلطنت میکرده. نام کاملش چی بوده؟ سجونگ داهیونگ. پس اسمش کامل این شخص این بوده، سجونگ داهیونگ. ایشون توی سال 1397 میلادی به دنیا آمده و از سال 1418 تا 1450 به عنوان پادشاه چوسان حکومت کرده. و مهمترین دستاوردش چی بوده؟ اختراع حروف الفبای هانگول بوده. ایشون اومده حروف الفبای کره‌ای رو ساخته. حروف الفبای کره‌ای، حالا کره‌ای‌ها بهش میگن هانگل. من اینجا داخل کادر نوشتم که چجوری حالا نوشته و خونده میشه. هانگل. پس کره‌ای‌ها بهش میگن هانگل. مهمترین دستاوردش اختراع حروف الفبا بوده که ایشون توی سال 1443 میلادی به دستور سجونگ طراحی شده. پس یعنی پادشاه سجونگ اومده این زبان رو ساخته. حروف الفبای کره‌ای که همون هانگل هستش برای زبان کره‌ای در نظر گرفته شده. این حروف الفبا توی قرن 15 توسط پادشاه سجونگ و دانشمندانش تأسیس شده. همه مردم کره میتونن به راحتی هم بخونن و هم بنویسن. یعنی هیچ تفاوتی بین اشراف‌زاده‌ها و مردم عادی وجود نداره. حالا قبل از اینکه الفبای کره‌ای ساخته بشه یا همون اختراع بشه، مردم به زبان چینی صحبت میکردن و همچنین به زبان چینی هم مینوشتن، یعنی هیچ حروف الفبایی نداشتن. به خاطر همین از الفبای چینی برای نوشتن و خوندن استفاده میکردن. حالا مردم عادی هم حق نداشتن که یاد بگیرن. الان حق دارن یاد بگیرن چون دیگه زبان برای خودشونه. اما اون موقع چون زبان چینی بوده، مردم عادی و همچنین بقیه مردم حق نداشتن که اون رو یاد بگیرن. فقط اشراف‌زاده‌ها، وزیرها، پادشاه‌ها و بچه‌های اونا حق داشتن که حروف الفبای کره‌ای رو یاد بگیرن و ازش استفاده کنن. حالا میریم سراغ ادامهش. میگه که اگه پادشاه سجونگ نبود، ما الان مجبور بودیم که از خط چینی استفاده کنیم. و این عکسی هم که الان اینجا میبینید پادشاه سجونگ هستش. حالا میریم سراغ زبان کره‌ایمون. اومده زبان کره‌ای رو به 2 قسمت تقسیم کرده. 14 قسمتش حروف بی صدا یعنی چائم هستش، بهش میگن چائم. من داخل این کروشه ها براتون نوشتم چائم. پس به 14 تا حرف بی صدا میگیم چائم. 10 تا حرف صدادارم وجود داره که بهش میگن موم. داخل کروشه ها براتون نوشتم موم. یه سری حروف مشدد و صدادار دیگه هم وجود داره که با هم در ادامه میخونیم. پس یعنی در مجموع کلاً 40 تا حرف هستش که به 2 قسمت تقسیم شده که این 2 قسمت هم خودشون به چند تا بخشای کوچیک‌تر تقسیم میشن. شما تا اینجا صدای من رو دارین؟ بله. حالا قراره که با هم 10 تا حرف صدادار رو یاد بگیریم. بالا گفتیم که 10 تا حرف صدادار کره‌ای‌ها بهش چی میگن؟
مهم. پس ما قراره اول مهم رو با هم یاد بگیریم. اومده اول به ما حرف ا رو یاد داده. این شکلی که الان داریم میبینید یه خط صافه و یه خط کوچیکم روبروش قرار داره. این حرف در زبان کره بهش چی میگن؟ ا. پس ما چجوری تلفظش میکنیم؟ ا تلفظ میکنیم. نکته جالبی که این حرف داره اینه که چون کره‌ای ها حرف آ رو ندارن، پس باید توجه کنین به جای ما میاییم از ا استفاده میکنیم. پس ما به جای آ میاییم از ا استفاده میکنیم چون کره‌ای ها حرف آ رو ندارن. مثلا میخوایم بنویسیم هانا. هانا آ داره دیگه، درسته؟ داخل نوشتن حرفاش ما میایم از آ استفاده میکنیم. اما چون کره‌ای ها آ رو ندارن، ما میایم توی تلفظ میگیم هنه. هانا نوشته میشه اما توی تلفظ میگیم هنه. تا اینجا یاد گرفتیم که یه حرف ا اینا وجود داره که صدای آ رو نمیده. حالا میریم سراغ کلماتش. این کلمات رو من صرفا برای اینکه شما بفهمید که حرف ا توی کلمه و جمله چجوری خونده میشه آوردم تا بدونید که چجوری خونده و تلفظ میشه. اولین کلمه‌ای که آورده پدر هستش. پس کره‌ای ها به پدر چی میگن؟ ابوجی. ابوجی. اینجا حرف ا رو استفاده کرده. گفته که چجوری توی کلمات تلفظ میشه. ابوجی یعنی هیچ تغییری ما توی تلفظ ایجاد نمی کنیم. هر جوری که هست همون جوری میخونیمش. ابوجی. و کلمه بعدی که مثال زده پل هستش. پل یعنی بازو. و اینجا بازم حرف ا استفاده شده. پل. پل. با خودتون تکرار کنین. پل. پل. خب حالا میریم سراغ کلمه بعدی. کلمه بعدی میشه ماه. کره‌ای‌ها به ماه چی میگن؟ تال. تال. حالا کلماتی وجود داره که داخل تلفظ اینجور کلمات ما مجبوریم که آ رو به کار ببریم، ولی ما گفتیم که کره‌ای‌ها حرف آ رو ندارن. اما وقتی که میخوایم بعضی از کلمات رو تلفظ کنیم ناخودآگاه حرف آ رو به زبون میاریم، یعنی انقدر تلفظ کره‌ای‌ها غلیظه که ممکنه ما حرف ا رو آ بشنویم و اینجا کلمه تال رو ما آ میخونیمش. پس چی شد؟ یاد گرفتیم که یه سری کلمات هستن که داخلشون ما باید آ رو تلفظ کنیم که این کلمه هم جزء همون کلمه ها هستش. اینجا تل خونده نمیشه، تال خونده میشه. تکرار کنین. تال. حالا میریم سراغ جمله هاش. 저는 아버지를 좋아해요. چی میگه؟ میگه که من پدرم رو دوست دارم. اینجا حرف ا استفاده شده. 저는 یعنی من. 아버지 بالا با هم خوندیم. معنیش چی میشد؟ آفرین، معنی پدر رو میده. 아버지 یعنی پدر. رل گرامر هستش، معنای را رو میده. 좋아해요 دوست دارم. داخل این دوتا یعنی داخل این جمله ما دوتا حرف آوردیم که داخلش ا هستش و به ما گفته که وقتی ا داخل جمله و کلمات میاد چجوری خونده میشه. پس من اینجا فقط میخوام که صدای ا رو یاد بگیرین، نه اینکه تمرکزتون رو روی جمله و کلمات بذارین. اینطور نیستش، فقط همه حواستون رو روی این حرفا بذارین که چجوری تلفظ میشن. حرف بعدی که قراره با هم دیگه یاد بگیریم چیه؟ حرف او هستش. حرف او توی زبان کره به این شکل نوشته میشه. ما میایم یه خط صاف رو میکشیم، بعد از وسطش یعنی از پشتش یه خط کوچیکم کنارش میکشیم. این شد یه حرف او در زبان کره‌ای. مثالاشو با هم ببینیم. مثالایی که آورده بزرگسال. پس بزرگسال در زبان کره چی میشه؟ اورن. اورن. اورن.
رن. اینجا اومده حرف او رو براتون مثال زده که داخل کلمات چجوری تلفظ میشه. اورن هیچ تغییری ایجاد نکرده، هر جوری که صدای خودش بود همون جوری هم داخل کلمات و جمله ها خونده میشه. اورن. کلمه بعدی چیه؟ اونی. اونی یعنی چی؟ یعنی خواهر بزرگتر و فقط برای دخترها استفاده میشه، یعنی پسرها نمیتونن از این کلمه استفاده کنن. و اینم بگم که خواهر بزرگتر یعنی اینکه مثلا من یه خواهر بزرگتر دارم و وقتی میخوام صداش کنم بهش میگم اونی، اما خواهر بزرگترم نمیتونه منو اونی صدا کنه چون من ازش کوچیکترم. فقط من میتونم اون رو اونی صدا کنم. پسرا هم از یک کلمه دیگه استفاده میکنن که ما در ادامه قراره با هم دیگه یادش بگیریم. پس این کلمه که با هم یاد گرفتیم اونی بودش. اینجا حرف او استفاده شده. کلمه بعدمون مادر هستش. مادر در زبان کره چجوری خونده میشه؟ اومونی. اومونی. احتمالاً توی اکثر کیدراما شنیده باشین که وقتی میخوان مادرشون رو صدا کنن میگن اومونی. اینجا کلمه او استفاده شده. اومونی. حالا برای خودتون یه دور تلفظ کنین. اومونی. آفرین. بریم سراغ جمله هاش. 저는 언니가 있어요. من خواهر بزرگتر دارم. اینجا بازم حرف او رو استفاده کرده. چونن. بالا گفتی معنیش چی میشه؟ آفرین، معنای من رو میده. چونن اونیگا. اینم بالا با هم خوندیم. اونی چی بود؟ آفرین، خواهر بزرگتر برای دخترها استفاده میشه. حالا این گاهی که اونجا اومده چیه؟ بچه این گاه گرامره که حالا جلوتر توی سطح‌های بالاتر قراره با هم دیگه یادش بگیریم. به خاطر همین من اینجا دیگه توضیح اضافه نمیدم. فقط میخوام که با حروف آشنا بشین. اونیگا ایستایو. کلمه ایستایو به معنای دارن میشه. بازم اینجا از حرف او استفاده کرده. چو، اونی و ایستایو. اینجا اویو آورده. جمله بعدمون چی گفته؟ چونن اومونیره 닮았어요. من شبیه مادرم هستم. اینجا چونن بالا گفتیم که معنای من رو میده. اومونیره مادر بود. مادرم را رو با هم خوندیم گفتیم گرامره که معنای چی رو میده؟ آفرین، معنای را رو میده. 닮았어요. شبیهم. بازم اینجا از حرف او استفاده کرده. گفته که توی جمله ها اینجوری تلفظ میشه. تا اینجا اوکی بودین؟ هیچ سوالی ندارین؟ نه خوب بود. حرف بعدی که قراره با هم یاد بگیریم ایشون هم او هستش. یعنی صدای چی رو میده؟ او. با خودتون تکرار کنین. او. حالا چجوری نوشته میشه؟ یه خط صاف رو میکشین و از بالا یه خط کوچولو هم روش قرار میدین. این میشه صدای او. حرفیه که صدای او رو داره. و یه نکته که اکثرا بچه‌ها ازم میپرسن اینه که استاد ما میتونیم به جای حرف این او از اویی که قبلا خوندیم استفاده کنیم؟ خب ببینید نمیشه. شما برای نوشتن هر کلمه باید از خود اون حرف استفاده کنید. برای مثال وقتی میخواهید یک کلمه بنویسید که این او داخلش قرار داره نمیتونید اویی که یکم پیش خوندید رو به جاش استفاده کنید. برای نوشتن هر کلمه باید از خود اون حرف استفاده کنید که اینم هر چقدر ساعتتون بره جلوتر خودتون کامل یادش میگیرید. یعنی چیز سختی نداره که بگید وای استاد من نمیدونم برای نوشتن این کلمه یا حالا جمله از کدوم او باید استفاده کنم. اینجوری نیستش. جلوتر قراره همش رو خودتون یاد بگیرین. فقط درسایی که الان دارم یاد میدم رو خوب یاد بگیرین. نمیخوام الان
بیاین جمله ها و کلمات رو حفظ کنید. من اینا رو از شما نمیخوام، فقط از شما میخوام حرفایی که یادتون میدم رو یاد بگیرین، مثل حرف ا او که تا الان با هم خوندیم. هدف من یاد دادن الفبا هستش، بعدش میریم سراغ بقیه چیزا. حالا میریم سراغ مثال هامون. مثالی که برای این حرف زده چیه؟ نوریاک هدا، نوریاک هدا به معنی تلاش کردنه. پس ما اگه بخوایم به زبان کره بگیم تلاش کردن، باید بگیم نوریاک هدا. حالا یه نکته‌ای که اینا داره اینجوریه که حالا جلوتر من این نکته رو قرار بود بگم، ولی الان میگم که وقتی که جلوتر خوندین به گوشتون آشنا بخوره. وقتی میخوایم مثل خود کره‌ای ها تلفظ کنین، اینجا حرف هیه، یعنی این حرفی که الان دارم روش حالا خط میکشم و اینا، این حرف رو نمیخونین. چجوری میخونین؟ نوریو گدا، نوریو گدا. یه جوریه که باعث میشه حرف دیگه به جای اون حرف خونده بشه، که حالا جلوتر که با هم کل حروف رو یاد گرفتیم اون موقع متوجه میشین که منظور من چی بوده. پس فعلا تمرکزتون رو روی حروفا بذارین. نوریو هدم. کلمه بعدمون تونگسنگ هستش که فکر کنم اکثرا توی کیدارما خیلی شنیده باشیدش، خیلی معروفه توی کیدارما. تونگسنگ یعنی خواهر یا برادر کوچکتر. حالا چجوری بدونیم که این خواهره یا برادره؟ جلوتر یه سری لغات هستش که اونا رو بخونید متوجه میشید که خواهر کوچکتر میشه یا برادر کوچکتر. پس فعلا در این حد بدونید که تونسنگ به معنای خواهر یا برادر کوچکتر میشه و هم پسرها و هم دخترها میتونن از این کلمه استفاده کنن. اینجا هم حرف او استفاده شده. تونسنگ. تکرار کنین. تونگ سنگ. حرف بعدیمون اوبا. اینا فکر کنم توی کیدارما خیلی شنیدش. اوبا یعنی برادر بزرگتر و فقط برای دخترها استفاده میشه، یعنی پسران نمیتونن برای برادر بزرگترشون از این کلمه استفاده کنن. ایشون از یک کلمه دیگه استفاده میکنن که در ادامه با هم یادش میگیریم. پس فعلا در این حد بدونین که کلمه اوبا برای دخترها استفاده میشه. حرف او بازم اینجا استفاده شده. اوبا. میریم سراغ جمله هاشون. اوبانن ابوجیرر کلمس دارم. برادر بزرگترم شبیه پدرم هستش. اوبا. اینو بالا خوندیم. گفتیم چی میشه؟ آفرین، برادر بزرگتر برای دخترم. ابوجیرر کلمس دارم. ابوجیرم بالا با هم یاد گرفتیم. چی بود؟ پدر. رو با هم یاد گرفتیم. معنی چی رو میداد؟ آفرین، گرامر بود و معنی را رو میداد. تلمسوی رو با هم بالا خوندیم، یعنی شبیه بودن. جمله بعدیمون چه کمانن چون سچارم چقه. عمه من مثل فرشته مهربانه. بله راست میگه، اکثر ما خیلی خوبن. چه کمانن اینجا حرف او رو آورده. کومو. تکرار کنین. کومو. کومو یعنی چی؟ یعنی عمه. کومو عمه. چه کومونن. چه یعنی من. کومونن عمه. ننم گفتیم گرامر هستش. چونسا فرشته. پس کلمه چونسا میشه فرشته. چورو من به معنای مثل میشه. مثل فرشته. چاگیو یعنی مهربونه، خوشقلبه. 2 تا معنی داره که حالا ما هم میتونیم مهربونه معنیش کنیم، هم میتونیم خوشقلبه حالا معنیش کنیم. بازم اینجا اومده از حرف او استفاده کرده. صدام رو دارین؟ بله. خب حالا چیزایی که یاد گرفتیم رو میتونی بگی که ما چه حرفایی رو امروز با هم یاد گرفتیم؟ ما امروز 3 حرف رو یاد گرفتیم که
اولی ا بود و دوتای دیگه او بودن که با توجه به جایگاهشون و موقعیت‌های مختلف یه جورایی هر کدوم از اونا استفاده می‌شد و برای حرف اول یعنی ا کره حرف آ ندارن و به جاش از این حرف استفاده میکنن ولی بعضی وقتا حالا میان برای لهجه گرفتن این حرف رو آ تلفظ میکنن. آفرین، خیلی خوب بود. میتونین بگین چجوری نوشته میشن؟ البته اینجا که حالا تصویر ندارم نمیشه، ولی حرف اول رو یه خط یه جورایی عمود کشیده میشه و کنارش سمت راستش یه خط افقی کوچیک‌تر کشیده میشه. برای حرف دوم برعکس اونه یه خط عمود کشیده میشه و بعدش سمت چپش یه خط افقی دیگه داریم و برای حرف سوم اول یه خط افقی زیرش میذاریم و بعد بالاش یه خط عمودی یه کوچک میذاریم روش. آفرین، خیلی خوب بود. شما خیلی خوب تونستین یاد بگیرین. جلسه ما برای امروز 3 تا حرف بود، چون دیگه من بقیه تایما رو کلاس دارم. خسته نباشین، کلاس امروزمون تموم شد. سوگوهاش یا ممنون، خسته نباشید.